خب سلام خدمت دوستان خوبم. سریع بریم سراغ چارت وضعیت بیت کوین رو ببینیم. من دیدم یه وضعیت حساسی داره، گفتم قبلش حتما با هم یه بررسی بکنیم. چارت تایم فریم یه لحظه اجازه بدید، 4 ساعت است الان. یادتون باشه موقعی داریم تحلیل میکنیم بچه‌ها، مثلا توی هر لگ بیشتر از 7-8 تا کندل نباید باشه. هر لگ یعنی این ناحیه، مثلا شما اگه اینو بکنید 1 ساعته، تحلیل سخت و سخت‌تر میشه. ما تایم فریم صحیحمون اینجا یا میتونه روزانه باشه یا 4 ساعته. توی روزانه میبینم تعداد کندل‌ها یه ذره کمه، الان 4 تا کندل تو این لگ داریم. خب 4 ساعتش میکنیم. تو 4 ساعته این چارت قابل بررسی و چیه کامل میشه مثلا روش صحبت نگاه کنید. بعد از این ریزشی که اتفاق افتاد، چارت داره قیمت رو بر میگردونه بالا و نظر شخص من اینه، تو اون ویدیو تحلیلی هم گفتم چارت باید نقطه پایین تری رو بزنه. نگاه کنید احتمالا این 59100 رو باید بزنه، زیر این رو باید بزنه که باید کلا نزولی بشه و یه اصلاح کلی داره چارت و بعدش ایشالله تارگت های بلند مدت و بالایی داره بیت کوین. ما تارگت خود ما 110,000. خب ولی خب زمان میبره. برای این روزا اگه پوزیشنی میخوایم باز کنیم، من یک توضیح خدمتتون بدم. نگاه کنید الان سوال اصلی اینه که این قیمت از کجا میخواد برگرده پایین. البته من براتون پوزیشنش هم گذاشتم اینجا، اگه دقت کنید این پوزیشن رو داریم، چند روز قبل گذاشتیم. نگاه کنید تقریبا شکلی رو که کشیدیم تقریبا داره انجام میده، ولی علتش هم میخوایم با هم صحبت کنیم چجوری این اتفاق میخواد بیفته. بچه‌ها نگاه کنید، از این بالا شروع میکنیم که ما اینجا یه ناحیه هست بچه‌ها که پشتش حد ضرر تعداد زیادی از تریدرها هست و این بالا هم تایم فریم حالا 1 ساعت اگه بریم بالای این ناحیه، دوباره یه اوردر بلاک تو این ناحیه است که کاملا دست نخورده است. اینو قرمزش میکنیم. یعنی این دوتا علامت به ما چی دارن میگن؟ میگن که قیمت میتونه به راحتی بیاد بالای این سطحی که گفتیم توش نقدینگی هست و استاپ دوستامون هست، بیاد به این اوردر بلاک برخورد کنه و بریزه پایین. خب ولی چرا ما فعلا نظر نداریم که تا اون بالا بره؟ میخوام دلیل اونو بهتون بگم. نگاه کنیم قبل از اینکه چارت به این بالا برسه، تایم فریم 4 ساعته میکنه، بخواد به این بالا برسه و این پوزیشن خیلی عالی رو بخواد به ما بده، خب یه موقعیت دیگه اینجا تشکیل شده. بچه‌ها نگاه کنین، ما توی این کندل بلند، 2 تا کندل، البته توی این 2 تا کندل یه اتفاقی افتاده. نگاه کنین دوستان، زمانی که داشت میریخ اینجا، ما اینجا یک سطح مقاومتی داشتیم. اگه بخوام سطح رو بکشم، یعنی اوردر بلاکی که سعودی بود بخوایم اینجا بکشیم، یه همچین مثلا سطحی ما اینجا بوده که توی این 2 تا کندل موقعی که داشت میریخ هیچ اهمیتی به این سطح نداشت و اگه یادتون باشه ما اینجا یه پوزیشن لاین داشتیم مثلا که استاپ ما رو هم زد. خب خیلی من تعجب کردم. بعدن که فکر کردم دیدم که واقعا تایم مثلا 1 ساعته بخوایم ببینیم یه گره واضحی بود. یعنی زمانی که یه چیزی تو چارت لو میره و مشخصه، قیمت اینجا راحت میتونست برگرده و این سقف رو بزنه، این بالا بریزه، ولی دیدین که با شدت هم ریخت. یعنی غافلگیر کرد یه جوری. من به نظر من تعداد زیادی رو میخواست غافلگیر کنه. حالا کاری نداریم، ما الان که اتفاق افتاده الان باید چیکار کنیم؟ نگاه کنیم بچه‌ها، زمانی که قیمت میاد بدون توجه به این اوردر بلاک سعودی که قیمت رو دوست داشت اینجوری به سمت بالا بده، اینجا یه لحظه ببخشید، یعنی ما تو این اوردر بلاک تو این ناحیه ما یه همچین نیروی داشتیم به سمت بالا. سبزش میکنم. این اتفاق میخواست بیفته. یه لحظه اینم درست کنم که دیگه یه همچین نیروی اینجا به سمت بالا، یعنی اوردرهایی بود که اوردرهای خرید بود و چارت با این باید برخورد میکرد و از اینجا باید به سمت بالا میرفت. ولی وقتی این اتفاق نمیفته دوستان، این ناحیه تبدیل به چی میشه؟ ما بهش میگیم ناحیه فیلیپ.
زمانی که از روی یک سری اوردر بدون توجه میپره، معنیش اینه که چارت یه نفر با قیمت اومده شروع کرده به فروختن. اینجا تمام کسایی که خریدار بودن و خریدار و فروشنده بوده رو با هزینه‌ای که کرده خب قیمت رو کنترل کرده. یعنی چی؟ یعنی اینجا دو نوع پوزیشن بوده. اینجا یک سری بودن که خریدار بودن اینجا و پایین حد ضرر داشتن، یک سری هم فروشنده بودن. اونایی که خریدار بودن بنده خدا که اینجا خریدن قیمت اومد پایین، گرون خریدن ارزون فروختن و مارکت میکر یه سود خوبی این پایین کرد وقتی که حد ضررشون که زیر این شادو بود زد. ولی فروشنده ها چه بلایی سرشون اومد بچه‌ها؟ وقتی که قیمت با سرعت زیاد از یه ناحیه رد بشه، اونا هم نمیتونن اوردراشون رو پر کنن، چارت بهشون فرصت نمیده. بنابراین اوردرهای زیادی اینجا باقی مونده از نوع فروش. یعنی اینکه ما به این سطح میگیم سطح فیلیپ در اصل، یعنی رنگشو باید قرمز کنیم، معکوس میشه. خب ببخشید، یعنی الان این سطح به جای سبز یه همچین نیروی داره اینجا، یک نیروی بازدارنده به شدت قوی به سمت پایین. خب از یه طرف دیگه این بالا هم یه جاذبه زیادی برای مارکت میکر داره. یعنی اینجا حد ضررهایی هست بالای این سطح، با توجه اینکه چندین تا کندل با سقف‌های برابر داریم، خیلی به نفعشه که بیاد بالا اینجا یه شادو بزنه حتی بالا این، ولی با سرعت بریزه. خب اینه که ما تو پوزیشنمون باید سعی کنیم که حد ضرر اون رو کاری کنیم، یا یه ذره بالاتر از اینجا باشه، یعنی نقطه رو خیلی دقیق به دست بیاریم، یا اینکه باید حد ضرر اون کجا باشه. مثلا باید بیاد اینجا تو پوزیشن لانگمون، ببخشید پوزیشن شورتی که می‌خوایم اینجا بگیریم، حد ضرر اون باید بالای این سطح باشه. یعنی یه همچین چیزی از ما ببینیم آیا ارزش داره اگه با این حد ضرر بخوایم کار کنیم، ما باید بیایم زیر این کفو بزنیم. خب ریسک به ریواردمون تقریبا چند به چنده؟ 1:3 خب ریسک به ریواردمون در 2.7 زده اینجا، یه دونه دو تا بعد 2.7 معامله بدی نمیتونه باشه. فقط شادویی که ممکنه این بالا بزنه یه خود اذیت کنه، ولی من خودم حس میکنم که تو ابتدا قیمت میاد اینجا این ناحیه فیلیپ ما رو تاچ میکنه، میاد تا اینجا به نظر من. خب این پایین هم دوباره یه سری حد ضرر رو پیدا میکنه، بعد با شدت میاد بالا و بعد میریزه. ما فعلا توی پوزیشن اولی که گذاشتیم تو گروه بیشتر رو این دارم حساب میکنم، اینجا سطح قدرتمندیه. خب اینه که این پوزیشن رو فعلا میذاریم. حواستون باشه دامیننس بیت کوین بالا رفته، هر کاری بکنه همه آلت کوینا اداشو در میارن. یعنی تو این روزا الان بیت کوین هر جهتی بره تقریبا دارن با شکل بیت کوین حرکت میکنن. البته تو ریزشا اونا بیشتر میریزن، تو صعودا احتمالاً کمتر صعود میکنن. خب این تحلیل رو فعلا داشته باشین. وقتی که نزدیکش شدیم حالا به صورت وایس یا نوشتاری همین تحلیل رو که جنبه آموزشی داره رو دنبال میکنیم. شما حواستون بهش باشه، تو تایم 4 ساعته دنبالش کنین، ببینیم نکاتی توش به دست میاد که به درد اون بخوره برای پوزیشن‌های بعدی. انشالله مراقب خودتون باشین، کیسه‌هاتون رو محکم بگیرین، پولاتون رو این چارت ازتون نگیره. چقدر بگم من، مراقب باشین. خداحافظ.